انسان نمیفهمه که چقدر زنده بوده میتونه، یعنی عمر آخر زندگی ما معلوم نیست. یقینا شاید خیلی کم انسان بتونه حیات کنه. آمدن ما واضح است که تاریخش تولد و اینای ما، ولی تاریخ وفات و رفتن ما معلوم نیست. مستقیما به اراده خدا جل جلاله تعلق داره. یک بهانه پیدا میشه و بالاخره انسان این دنیا را ودا میگه و از این دنیا رحلت میکنه. اما تا زمان بقای ما در دنیا تلاش و ارتباط بیشتر به خرج بدیم که با خدای خود رابطه بی غش داشته باشیم، رابطه بی مطلب داشته باشیم، رابطه صاف و پاک داشته باشیم. واقعا خدا را به خاطر خداییش بپرستیم، خدا را به خاطر عظمتش تایید بکنیم و زیر تاثیر عظمت خدا باشیم و به خاطر خوشنودی بیشتر خدا جل جلاله و تقرب به ذات صمدانیش کوشش کنیم که خدمات جانی، مالی و زبانی در خود قدرت و شأن خدا را ما انجام بدیم که خدا بپذیره و ما و شما هم در دنیا در سلامت به سر بریم.